هنا في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة. همکنون در مجتمع بیمارستانی الشفا در غرب شهر غزه هستیم. ارتش رژیم اشغالگر از بیمارستان عقب نشینی کرده. طبق مشاهدات ما ساختمان اصلی بیمارستان به طور کامل ویران شده و دیگر قابل استفاده نیست. برخی ساختمان‌های مربوط به آن هم یا به طور کامل تخریب شدند و یا به آتش کشیده شدند. این ساختمان‌ها باید دوباره از اول ساخته شوند. در محوطه بیمارستان تعدادی اجساد دیدیم. مردم برخی از اجساد را از زیر آوار خارج کردند. اوضاع اینجا و مناطق اطراف آن فاجعه بار است. منازل و ساختمان‌های اطراف بیمارستان الشفا به طور کامل ویران شدند. رژیم اشغالگر تعداد زیادی را در اینجا به شهادت رسانده و اجساد آنها را رها کرد. برخی از افراد در حالی اعدام شدند که دستها و پاهای آنها بسته بوده. علاوه بر این شمار زیادی در اینجا بازداشت و برای بازجویی به داخل فلسطین اشغالی منتقل شدند. همه ساختمان‌های اینجا ویران یا به آتش کشیده شده. اجساد شهدا روی زمین افتاده. کارهای خیلی وحشیانه انجام شده. اینجا مردم رو کشتند و تجاوز کردند. هیچ جنایتی نیست که مرتکب نشده باشند. فرزندان ما رو کشتن، اونا رو دفن کردیم، همه رو کشتن. بمباران. آب و غذا را به روی ما که روزه هستیم بستن. مردم از گرسنگی و تشنگی مردن. من دیابت و روماتیسم دارم. همه بدنم درد میکنه. ما رو نابود کردن. ولی انشاءالله پیروزیم، چون خدا با ماست. نضال علیان خبرگزاری صدف سیما غزه.